خب الان داره رکورد رو ضبط میشه. بریم ادامهش دیگه. بسیار عالی. الان داره رکورد میشه. خب به طور خلاصه به نام خدا، به طور خلاصه گفتیم که این الان یوزر اینفو هست، یه دونه فیلد یوزر داره که وان تو وان فیلده و در عمل یک وان تو وان فیلد فورنکیه که خب شرط های بیشتری داره چک میکنه که اون رابطه همیشه به صورت یک به یک نظیر به نظیر باشه. بعدم اونجا تو پراپرتیز آخرش نوشته ریلیتد نیم مساوی اینفو که میشه برعکس این رابطه رو استفاده کرد. یعنی اگه یک یوزر داشته باشیم بزنیم دات اینفو، ما یوزر اینفو رو تحویل میگیریم ازش. خب اینم علی آقا اینم بگو که دیگه وان تو وان فیلد یک نوع فارنکیه با یه سری ویژگی‌های بیشتر. رابطش هر دو طرف وان تو وانه. گفتی بس حل کرد. بله فارنکیه. خب علی آقا بریم سر اند پوینت. خب من اینم بگم که داره ضبط میشه. ما یه اند پوینت می‌خوایم بنویسیم برای سرچ میان یوزرها، در حقیقت از جنس گت و یوزرها، یعنی پزشکا رو میخواد بهمون برگردونه بر اساس یک کوئری پارام که حالا داره دریافت میکنه. اینجا حالا فرضمون اینه برای فیلتر یا سرچ کنه اینها رو، ولی آره دیگه فیلتر یا سرچ برای تست دادیم فعلا. آره حالا این فعلا تست. خب و دیتا ها هم قراره چند جدول مختلف بیاد دیگه، مثلا یوزر و یوزر اینفو الی آخر. بعد ساعت 12 یوزرز و کوئری زدیم، فیلترش انجام شده. سلکت ریلیتد هم برای اینه که اینفوهای مربوطه رو بیاره، یعنی هر یوزری که توش میخونیم بعداً اینفوش هم موجوده، ولی خب اگر ننویسیم هم میشه اینفو رو استفاده کرد. فرقش اینه که وقتی سلکت ریلیتد میذاریم از قبل همه اطلاعات تو کوئری میره جمع آوری میکنه میاره و بعداً دیگه کوئری اضافی نمیزنه. یه بار دیگه علی آقا بگو این سلکت ریلیتد اگه نباشه چی میشه؟ چجوری میتونیم دسترسی پیدا کنیم به یوزر اینفو؟ یه خط پایین بزنیم سمسیز یوزرز داخل کاراکتر ابعش ترتیبات پیشنهاد میشه این فور اولی یوزر. گنگو شما با چه دیگه سران و یک سری دو پراپرتی چشم تحریف شده و میره اطلاعات مرتر رو میاره. شما چه سلکت ریلیتد رو بذاری چند نظری یعنی اون یک کار ها انجام بده. همه باید اینفوه اون در اولی اون برش که اگه سلکت نظری خط هست زمینه که ما اینفوش هم میخوای، ولی دیدم چون نرفته یوزر بیاره دوباره میره پیدا کنه احساس شما مرخص هست در نفست علل اون بریوری های اضافه رو هم میزنه و میشه گفت کشف میکنه که بعد اگر خواهی رو حسیس درست. من همینجا یه سوالم بپرسم. الان من مثلا از یه جدول دیگه هم بخوام اطلاعات یوزر بیارم، مثلا فرض کنید بخشی از اطلاعات یوزر تو جدول نیم اسپیسه، میزان دسترسیاش به نیم اسپیس، اونجا باید چیکار کنم؟ اینم با همین روش؟ مثلا فرض کن که میخوام اطلاعات این که این یوزر وقتی میخوام دیتا برگردونم، میخوام اینم برگردونم که این یوزر به کدوم نیم اسپیس ها دسترسی داره، اطلاعات این کجاست؟ مثلا جدول نیم اسپیسه. به همین شکل. چیزی فکر کنم چون داشته بود به وقتی که
فرض کن که داری یوزر اینفو رو کوئری میزنی. خب چون یوزر که فیلدیه که داخل یوزر ترشو شده میشه از سلکت استفاده کرد، مثلا یوزر اینفو فیلتر کرد یا آخرش سلکت یوزر. سلکت اینفو اما رابطه‌های عکس اینجا اشتباه گفتم. رابطه‌هایی که عکس یعنی مستقیما فیلد رو تعریف کرد بوده عکس رابطه در صورت برقراره ما باید به جای سلکت ریلیتد از پریفکس ریلیتد استفاده کنیم. آقا اینو دیشب با مسعود خیلی من چیز کردیم، من قاطی ام اینو یه بار دیگه بگو فرق این دوتا رو. بله بله حالا چند گوشی بروی زمین در نهایت که بروی تفریب اسکیل کنه میبره برای دیتابیس روش میکنه میشه در علاوه یک بروی نوشته که یه بروی یوزر رو بیار یه چیز رو بیار و به ازای هر یوزر یوزرهای دنبال کنه اطلاعات یوزر رو هم بذار آها این از چایلد به پرنت یه بله از چایلد به پرنت ولی چون روی دیتا یوزر نگاه کنید ستون منور به یوزر روش نداریم. بله اینجا نمیشه سلکت داد. آها یعنی رابطه پرنت به چایلد باید از پریفچ ریلیتد استفاده کنیم. آره اینجا مکانیزم و استراتژی جمع آوری اطلاعات مربوط فرق میکنه و اسکیل مربوطش فرق کنه. برای همه چیزی که نمی‌کنه پریفکس سلکت ریلیتد کاری که می‌کنه که یه نوع نوشته گسترش که بیشتر در بیاره ولی پریفکس ریلیتد چند تا یونی باز در جلوه باشید ارتباط مستقیمی با هم نداره. آها یعنی اینکه بعد یه سوال الان این سلکت ریلیتد که گفتی برای ارتباط اون چایلد به پرنته، مثلا فرض کن من تو جدول یوزر اینفو یه فارن کی دارم به جدول یوزر، توی یوزر اینفو یه فارن کی هم دارم به جدول رنک. این سلکت ریلیتد میره همه اون چیزای مرتبط بنویسم چی بنویسم. ببین من یه یوزر اینفو دارم، خب یه یوزر اینفو دارم ببین من یه یوزر اینفو دارم، خب چرا کامنت کردم خشن کد نویسی. آها فکر کردم میگه که توضیح بده اول. ببین مثلا فرض کن من یه یوزر اینفو مساوی یوزر اینفو آبجکت دات داشت خودش پیشنهاد میداد چون نیاوردمش. ببین یوزر اینفو دات آبجکت دات فیلتر مثلا یوزر آیدی مساوی یوزر آیدی حالا مثلا فرست. خب من یوزر اینفو دارم، خب حالا این یوزر اینفو الان من یک یوزر اینفو یا آبجکت مشخص رو بهش اشاره دارم میکنم. این توی آره بله خب حالا اینجا این جدول یوزر اینفو در با استفاده از یکی از پراپرتی هاش فارن کی میشه به جدول یوزر، در اصل یکی از پراپرتی هاش فارن کی میشه به جدول رنک. خب وقتی من میزنم مثلا selected related آره آها اینجا وقتی میسی رنک یعنی فقط میره رنک رو میاره.
ها رو با کشی کنه و این یعنی که به ازای هر که جواب میاد خاص میاد رنگش هم از قبل با کشی شد. یعنی اگه بخوام یوزرش هم بیاد دوباره باید بنویسم selected related مثلا حالا یوزر وارد نه دیگه وارد نمارزم داره یا نه یوزر من کنیم داره. البته کار استاندارد اینه که جفت اینا رو توی یک کتاب سلکت ریلیتد با ویو جدا کنیم. یعنی دوتا استرینگ جداست، کیوم باز و کیوم بسته و ویو. استرینگ اونجوری کار باز خب خلاصه این جدول رنگ پارتیشن کنه و جدول یوزر. این مدل یک پروستیه که ارتباط یک مدل چایلد رو به پرنتاش مرتبط میکنه. نه ببین ارتباط که تو تعریف مدل لحاظ شده ما الان کوئری میخوایم بزنیم که یک سری اطلاعات ما حاصل اطلاعاتی که میخوایم فقط توی جدول نبوده، توی چند جدول بوده. حالا برای میخوایم اپتیمایز کنیم و در یک کوئری تمایلات رو نظر بیاد یا اینجوری نیست. باید برای فشرش ریلیتد باشه. شما وقتی که رابطه رو از این سمت تعریف کنی صورت از سمتش هم معنی دیگه. یک سمت صراحت مدل نوشته میشه ولی اون سمتش نوشته نمیشه. اگر نظری نام ریلیتد رو محدود به صورت خودکار تعیین میشه. مثلا اینجا جاج وان بود نگاه کنه میگه خب از سمت یوزر یک رابطه عکسی هست مدل یوزر فو بعد دقیقا اسم ریلیتد رو میذاشه یوزر فو بعد چون اسمش ناسب نبود چون وقت استفاده کنیم چی می‌نوشتیم یوزر فو من اسم ریلیتد رو نوشتم فو حالا اگر فورنکی باشه وان که اینجوری اگر فورنکی باشه حالا یه بیایی مثلا رنگ خب الان یوزر اینفو رابطه داره به رنگ. حالا شما یک رنگ داشته باشی اگه بزنیم دات یوزر اینفو ست مجموعه از
یوزر ها رو میده که رنگشون میده. سه آخرش شده نیست، چون یه مجموعه بر یوزر اینفو اونی که داره رنگ. خب شما یه یوزر اینفو داشته باشید داتا رنگ بزنی، یه دونه رنگ میده، درسته؟ حالا عکس این رابطه رو بخوایم دنبال کنیم، رابطه یک به چند دیگه، درسته؟ عملا بذاری یک رنگ چند تا یوزر اینفو داریم، اسم عکس رابطه میذاره به صورت خودکار تعیین کرده، اسم میذاره یوزر اینفو ست، یعنی یک رنگ داشته باشی وقتی بنویسیم رنگ داد یوزر اینفو ست، اون مجموعه رو میده که مجموعه یوزر اینفوهایی که رنگشون میده. برمیگرده به مفهوم اینکه چی تعریف شده تو رابطه، یعنی اون نامگذاری هنگاه کنه وان یا فورینکیه تا حد ممکن میخواد مفهوم درست باشه. آره فورینکی که عکسش رو گفتیم شکلشه، یعنی هم همینطوره، یعنی عکسش یه فلان چیز آندرلاین ست. ببین حالا که نکتم شما همون یوزر اینفو رو بنویسید، حالا میخواید خاصیت کنید، حالا اینو ران کنید، فکر کنم یه جای دیگه ریویو دادم. آن چیز ببخشید اصلا روی اجرا نشده، رفتی آره کدوم خطت و آره تا دیگه آره یوزر ست یه مجموعه از یوزر هست، آیدی نداره. یه کاری بکنیم شما حالا نکنش بزنده آره اوکی من یه چیز دیگه هم بگم. شما فرض کنیم یه دونه یوزر رو بخوایم بگیریم دیگه، اون یوزر رو بکن اف رو بزن دوباره بکن یوزر خط 112 دات فرست بزن. میخوام دیباگ اون ارور که اون دفعه پریفیچر رو داده میخوام بگم
سیو کن. میگه که آخرش نوشته cannot find user info on user object. user info is an invalid parameter to preface related. خب پس این داره واضحا میگه که یوزر ریلیشن به سمت جای دیگه به نام یوزر اینفو نداره. پس شما میری که چی؟ حالا چون از میری چک میکنی، میخوام بگم کسی که چه اطلاعاتی نداره دیباگ کنه. اول میری مورد یوزر رو چک میکنی، ببینی واقعا یوزر اینفو توش نیست. حالا اون که چیز این یعنی مدل استاندارد جنگو رو میاره و ما میدونیم که یوزر اینفو توش نیست. یوزر اینفو رو بس تعریف کرده. مدل استاندارد جنگو هیچ چیز خاصی توش نداره. فرست نیم و لاست نیم و یوزر نیم اینا رو داره. توی پوش یوزر مدلز اینجا یوزر بالا یوزر اینفو باید باشه. احتمالا اول فایل جونی سرچ دستی چیزی رو دنبالش نگرد. آره ایناش از ابسترکت یوزر خود جنگو رو اسپسیفای میکنه، یعنی هرچی اون تو داره رو شامل میشه. یه کامپکت نیم هم اضافه شده، یه پراپرتی هم اسم رنگ داره به جور چیز دیگه ای بشه اضافه شده. خب اینو چک کردیم، یوزر اینفو نداره. بعد میریم عکسش رو چک میکنیم، یعنی خود یوزر اینفو رو چک میکنیم ببینیم که ریلیشنش با یوزر چیه، که بعد ببینیم یوزر وان تو وان فیلد داره، ریلیتد نیمش اونجا مشخص میکنه که اسم رابطه چیه. اوکی چیکار داشتیم می‌کردیم؟ خب حالا ادامه هم چیزی که گفتم، حالا ما یک کوئری ست از یوزر داریم. حالا خیلی کلی بریم ادامه باید چیکار کنیم باش. اوکی اول بخوام یه ترانه شما دقت کن. لیست و آبجکت دو تا چیز متفاوته تو مفهوم برنامه‌نویسی. شما مثلا جیسون رو که می‌نویسی خط از 113 116 در تقریبا یه جیسون نوشته شده. اونا آبجکت لیست نیستن. واژه لیست رو اشتباه به کار نبر. پس لیستی از آبجکت های یوزر ها داریم. نکته دوم که این چیزی که توی جاواسکریپت یا جیسون بهش میگیم آبجکت، تو پایتون بهش میگن دیکشنری. خیلی منظورم الان شما تو پایتون تو 113 دیکشنری نوشته. خب حالا پس شما
میخوام رجوع کنم به اون چیزی که خودت گفتی در نهایت میخوایم یک لیست از آبجکت های یوزر رو برگردیم. همین کلمه اولش میگه یه لیست میخوایم. لیست هست یا خیلی میخوایم بیسیک قدم جلو همون بعد از 112 یه لیست بسازم. مثلا برای تو ریزالت باز بسته میشه یه لیست. این ریزالتی که میخوایم در نهایت خط 126 برگردیم همونجا تغییرش میده ریترن ریزالت. ولی خب این وسط نخواهیم پرش میگیریم مثلا خالی تو لیست رو گذاشتی توی لیست دیگه. هر یه ریزالت برگردیم. خب حالا بیا بعد از خط 113 میتر بزنم بنویس for user users اشتباه پیشنهاد داد گفتش یوزرش رو کرد. اولی باید مفرد باشه. میگم اولی باید مفرد باشه. یوزر مثلا بعد پیش که دوتا وریبل متفاوت اسمشون باید فرق کنه. تک تکشون ببین انگلیسی دیگه به ازای هر یوزر در یوزر حالا خط از 115 تا 126 رو سلکت کن بدون بالا ریترن رو برگرد. خب یعنی بله حالا میخوان به ازای هر یوزر آبجکت مربوطه شد بسازیم بذاریم تو لیست بذاره. تو لیست دیگه لیست ریزالت. حالا این کار شما انجام شده. بله بیشتر کار رو نوشتی یا الان دیگه اون کوئری ها رو نمیخوای به جاش چی باید بنویسی؟ بسیار عالی ولی یوزرز نه یوزر. با یوزرز مگه یک مجموعه نیست کوئری ست نیست. پس دات آیدی یا دات اینفو معنی نداره. بعد یه دونه یوزر رو توش برداری که تو خط 114 برداشتیش بعد بتونی دات اینفو بزنی دیگه. حالا اینجور جاها مثلا من برای اینکه اشتباه نکنم مثلا یوزر و یوزرز یه دونه کاراکتر فرقشه دیگه به جای یوزره کلا می‌نویسن یو. این نماینده یه یوزره دیگه. بله
اون پایین 119 هم اون اطلاعات رو باید از یوزر بگیری دیگه. میشه یو چی اون یوزر زارم بکن یو. آره خیلی خوب، این آماده است. فقط یه چیز میزده درسته دیگه، نه درسته دیگه، بالا ساختی ادش کردیم تو دیگه. آفرین همون یه اینترویو ریزا یا پیشنهاد دادن. نه شما باید بنویسی result that happened user data dot happen user data. اولش هم یه تب بزن. لوپ این کارها انجام. شما داشتنش خیلی خوبه. چند تا نکته داره. یکی این که اینا رو نمیشینی دستی بنویسی. شما الان تازه یه اند پوینت نوشتی، بخوایم چند تا اند پوینت بنویسیم که با مدل یوزر سر کار داره، هی باید اینا رو بنویسی. آره یوزر میکنه، بعد استاندارد میکنه، جلوی اشتباه میگیره، چون دقیقا همون چیزی که رو مدل تعریف شده رو میاره. آره شما همین تکراری رو دوباره کاری داره. آره مدل شماست که اینجا مزیت داره برام. آره حالا اینو یه تست بکن. حالا تست کن ببین چی میشه. ارور بخونیم دیگه. ارور میبینی چرا هول میکنی؟ که داره در مورد مدیکال کانسل نامبر میگه input should be a valid string. خب حالا بیا اینو چک کنیم. فون نامبر هم ارور داده، مدیکال کانسل نامبر و فون نامبر. اینا رو هم تو شما و هم روی مدل چک کن ببین تایپشون چیه. چیزو بکنه. یه لحظه صحبت کنی صدات میاد. علی چی بگو؟ چون اینو کندم. علی چی بگو؟ علیکم السلام. این هندزفری رو کندم که خانم دکتر اومدن مسیر رو ببینن چجوری دیباگ میکنه. سلام. خب گفتی چیکار کنیم؟ چی برم چک کنم؟ هم شما رو هم مدل رو در مورد اون فیلدهایی که گفتیم بریم. این دوتا رو ارور داده بود دیگه. یوزر اینفو الان از این دوتا شما استفاده شده. اینم پاک کنم.
خیلی از شما منم. آقا میخوای یه لحظه ریسپانس رو ورد داریم ببین این کدمون کار میکنه بعد بیایم شما رو دیباگ کنیم. آخیش چرا یوزر آیدی توی قسمت پسبارام نمیگیری؟ راحت که کلی بارم راحت داره. واقعا؟ کلی کمتری باید بزنیم باید تو بارا بزنیم. اصلا با کلی بارام راحت نیستم. درست شد. آقا دمت گرم. آقا من واقعا ممنونم ازت. نه دیگه ببین من شما رو مبلد نیستم. بابا شما نمیخواد دکتر امامزاده. کلی الان فوایدش رو تو انسپیری گفت شما نشید. الان این پوینت دیگه بخوای بنویسی از این استفاده می‌کنی استانداردتره بعد دستی تعریف می‌کنی. یه لحظه ببین اروری که برگرده میذاریم دوباره ارور بده که ببینی چی بود. الان که دوباره خوندم چی شده نوشته که برای ریسپانس چیه دات زیروه ریسپانس بله یه تو ریسپانس یه خب لیست بوده دات زیرو یعنی آیتم اولش این هم یوزر روش باز این مدیکال کانسل نامبر چه اشکالی وجود داشته میگه اینپوت should be a valid string ولی خب چی دیده میگه تایپ string تایپ بوده input value none یعنی none بوده خب این قابل قبول نبوده چون شما تایپش رو چی تعریف کردی string والله بعد برای اینکه حل بشه شما میتونید تایپش رو مثلا روی آپشن string شما جونم میاریم داره میکنی آپشن نه او چه خبره چرا اینجوری شما نصفشو دستی می نویسی نصفشو می اوتو کامپلیت میزنی اینجوری میشه دیگه اینم باید براکت باشه؟ من نمیزنم آپشنالش به خاطر اینه که توی مدل به صورت آپشنال بوده صورت هرچی نه آره دیگه آره آپشنال میشه در مدل اینا آپشنال یعنی ما مدل نوعی از پراپرتی داریم به نام آپشنال چی شد نفهم ها ها نه رسپانس اول فایل رو نگاه کن نوشته فرام تایپینگ ایمپورت چیزا آپشنال لیست مثلا تایپینگ کل سیستم هم خود پایتون و هم هر لایبراری و ابزاری که میخواد تایپ چک کنه داره اینت میده میگه من انتظار دارم چی ببینم از اینا خیلی چیزا هست مثلا یه دونه هست کالبل انتظار دارم تابع ببینم مثلا عدد هست لیست هست ست هست چیزا دیگه هست حالا جزئیاتش خیلی الان خب این داره مشخص میکنه که انتظار هست چی ببینم خالی نوشته استرینگ یعنی خب واقعا انتظار داره اونجا یه استرینگ ببینه و وقتی نمیبینه به جاش خالی میبینه شما میام تمام کن احتمالاً برای ادامهش چیز میده ارور میده حالا شما به خطای پایین نرسیده درست شد خب فون نامبر نان میفرسته ها خب چون چیزی نیست دیگه ندارم فون نامبر فون نامبرم خالیه
میدونم یه فون نامبر رو اضافه کنید این درست میشه. باید برم جنگو دیگه. این لب جیار بیبی قدیم یه من دسترسی ندارم فکر کنم آوتونا نه چه چیز سب فهمیدم. علی جان یه لحظه یه نفسی چیز کن تازه کن. نه آقا بیاد دیدیم به شما دیگه. این اصلا تعهد داریم شما تو همین ترمینال تو چیز اونجا بلکه کار اونجا میخوام یه فون نامبر اد کنم به یوزر خودم. پاورشل باز کرد یه ترمینال وا کن علاوه دارم واسم درم ولی تو تیماکس باز کنم نه نیست نه همونجا تو موقتیه باشه و شل باز کنیم تو شل بزنیم Python manage deploy حالا برام users dot model import اینجوری آدم نیست درسته؟ چیزش. بله from user dot User. model مدلزه آره models خب import نه فاصله بذاری نقطه نذاری مدل import ستاره رو بزنیم everything حالا میخوایم تعریف کنیم تو به یوزر اینفو یوزر اینفوه توی فون نمبر تو یوزر اینفو دیگه آره میشه There's user info guys update user access bar user آی تو میدونی بله یوزر آیدی میشه دیگه راست میگه آخرش نه یوزر اینفو رو درست یوزر اینفو کلاس ده اوکی ما آمدم آخرش بیا یوزر اینفو جوش بزرگ آیش هم بزرگ بابا این یه جا میبینید باید کوچیک بذاری یه جا باید استرینگ میخوای اشاره کنی باید کوچیک بذاری بعد یه جا باید بزرگ بذاری که بزرگه یعنی کلاسه یعنی حالت قالبه تایپ نوعه که کوچیکه یعنی به داری به یک نمونه مشخصش اشاره آبجکت خب دات آپدیت نوشتم پرانتز باز کنیم فون نامبر با چیز با کوتیشن باید دوست بدون کوتیشن فون نامبر مساوی با آندرلاین فکر کنم با آندرلاین تو دیگه استرینگ بده دیگه پرانتزم ببنده نمیدونم خواستم چک کنم درست نیم آبجکت اسمشو نمیشه اوکی یه دونه آپدیت درست شد آره بریم حالا برگردون چرا جلال صدای مدل شما بریم مدل شما علی جان بریم مدل شما بریم مدل
میدونی. خب الان چرا خب این شما رو داشته باشیم بندازین تو پوشه سمپل داشته باشیمش، این مدل شمای دیگه درست کنیم. چی؟ اینا داشته باید اینا شماش داشته باشه یه مدل شمای دیگه درست کنیم بعد اینا رو میندازیم توی پوشه سمپل. یعنی الان این کلن چیز کنم؟ کلن کامنتش کنم؟ نه همین الان بگید بندازم دیگه. نه دیگه نمیخواد حالا حالا این مدل شما خوبه. هر سر اون ویدیو اینجا سیه چی فکر کنم حالا بعدن که جابجا کردیم که بسارا اسمش هم یوزر اسکیما باشه بهتر. خب که مثلا مدل میکنی فلان فیلز بده اوتو کامپلیتشو بزن دیگه. فیلز آیدی یوزر فرست لست برو اونجا یوزر اینفو نکته داره یه لحظه نکتهش یوزر مدل یوزر اینفو مدل شما هم باید تعریف کنیم دیگه. یه لحظه ببخشید. آره اینم باید تعریف. تا شما داری فکر میکنیم ممونم تعریف کنم. تکرارو کردم آره بنویس تو. خب دیگه چرا اوتو کامپلیت خوبه بسیار خوبه. یوزر این بده این بعد میفهم یوزر مدل اسکیما نوشتیم که یوزر اینفو مساویه یوزر اینفو مدل اسکیما حالا از الیاس هست مدل اسکیما سری فیلدا رو طابق با همون چیزایی که روی مدل تعریف شده یا برمی‌دارم. بله الان توی یه نکته که وجود داره دقیقاً تو فیلد کلاس فیلد تمام فیلدن که باید تو خروجی بیانه باید بنویسی. مثلا یوزر اینفو هم میخوای باید بنویسی. الان 118 مدل شما یه یوزر اینفو رو بیاریم باید همه یوزر اینفو رو باید بنویسی. آها میگی اینو اینجوری کن. آها اینو به عنوان یه ستون یه فیلدایی که قراره تو خروجی بیاد دیگه. آها من یه بار تست کردم نمیشد و هم داره کار داره. میگه من یوزر اینفو نمیدونم که کجای یوزره این مدل ما یوزره بقیه رو پیدا میکنه یوزر اینفو رو پیدا نمیکنه. بله چیکار میشه کرد؟ چیکار میشه کرد؟ سوالای خوبی میپرسی. آخه ببین نکته اینجاست که یوزر اینفو اصلا چرا باید اینجا اضافه کنیم؟ میگه آقا من یه کلاس متای استفاده میکنم از این مدل تو اینجا یه سری چیزای اضافه ترم اضافه میکنم. اینو چرا باید اینجا اضافه؟ ما داریم میگیم ببین چرا ایش به نحوه تعریف و مدل اسکیما ربط داره دیگه. این شکلی که الان من دارم میگم تعریف شده بکش من خب دقیقاً من شروع میکنم میگیم چیزایی که تو فیلز شده ازای اونها میره دونه دونه اطلاعاتی لازم ورم داره میاره.
اوکی. تا اینجاش اوکی. اوکی. حالا الان یوزر اینفو نداریم روی مدل یوزر، چیکار باید بکنیم؟ نمیدونم به جاش چی داریم؟ اینفو داریم دیگه. به جاش اون ریلیتدمون، ببین یه پراپرتی کلاس یوزر نیست ولی یوزر از طریق دات اینفو میزنی کار میکنه. آره برو میتونی استفاده کنی. آره یعنی میگه اینو بکنیم اینفو، پایینش هم بکنیم پایین که داره میگه اسکیپش کنم. چه چیز باحالی. حالا اینو ببخشید من اینو دقیق یادم نیست که نوشتی درسته یا باید دو نقطه میذاشتی؟ چیو نوشتی یا چی؟ چیز باید تو نقطه باشه اساسا مدل این نمیدونم میخواین تو داکس نگاه کنیم. اینو دو نقطه کنی؟ ببین یکی از نمیدونم دو نقطه است یا مساویه. آها ببین مساوی یعنی مقدار سمت راست رو بریز تو وریبل سمت چپ. دو نقطه یعنی وریبل سمت چپ از جنسیه که سمت راست تعیین شده. چی؟ اینجا مدل تو سرچش بنویسین مدل شما. اینجا دیگه با تب پر نمی‌کنه. اینا جفتش مساویه. یه لحظه نانی فرق بذار تیبلش رو تیبل آف کانتنتس. همون دیفاینینگ اسکیما رو بیار از می‌نویسم بیا پایین. یوزر این تو شما دو نقطه است. تیبل سمت راست مالتیپل ریسپانسز دیگه استد آبجکتس رو باید بگه که همون اول استد آبجکت تایپ نقطه اینو میگی؟ اینا رو میگی؟ همون خطی که هایلایت کرده مشخصه دیگه. آره اون اینفوه رو باید دو نقطه. آقا چرا یه سری جای اینجا دو نقطه است داره کلاس شما تعریف کنی، یه سری جا مساویه؟ داشتم توضیح میدادم. مساوی یه عملگر یعنی که مقدار تو بجز متغیر سمت چپ. دو نقطه چی میگه؟ داره تایپ تعیین کنه، میگه متغیر سمت چپ از نوع تایپی که سمت راست مشخص شده. آها بله فهمیدم. شما اصلا داری شما فهمیدم. اینا همه باید بشه مدل درست مولش آقا جان اونا درست خط 119 اینا دو نقطهش فرقشو فهمیدی؟ نگاه کن مدل و فیلد پراپرتی های کلاس متاست ولی تو خود اسکیما داره تعریف میشه. تو اسکیما از دو نقطه استفاده میکنه. معنیش نه آخه اینا هر کدوم معنیش فرق میکنه. چرا نداریم خط 119 برای اینکه این شما رو تو این شما نست کنیم که خود اینجا نمیدونه این فوه شماش چی هست، میدونه یه آبجکت بیه شما جدا تعریف کردی ولی هنوز بهش نگفتی که. آها اینجا میای بهش میگی این معادل اینه. ما تو مدل شما از مساوی استفاده میکنیم، تو شما از دو نقطه. حالا endpointتون بیاریم جملاتی میگی که اصلا
آره دیگه، ببین تو داری زمانی که مدل شما تعریف میکنی از مساوی استفاده میکنی، یعنی مقدار راست رو میریزی تو چپ، ولی زمانی که داری شما تعریف میکنی توجه نمیکنی. ببین بذار یه مرحله بریم من برم. شما رو تعریف میکنی باید بگیش توش یه سری فیلد دارم دیگه. بخوای یه صورتی رو تعریف کنی، یه ساختار ظاهری رو صرفا، یه سری فیلد داره، یه سری خصوصیات آره. داره. آره حالا همین خودش دو تا روش داره، یا به صورت صریح اکسپلیسیت تعریف میکنی یا به صورت ضمنی. صریحش میشه همینایی که مثلا خط 100 تا 105 نوشتی. بله من نوشتی دیگه اینو داره تا بشین، اینو داره تا بشین. ضمنش میشه مثال خط 111 تا 113. دیگه ببین من اینجا برات نمی‌نویسم که دقیقاً چی دارم، ولی یه کلاس متایی تعریف میکنم، دارم غیر مستقیم میگم خود شما که از نوع مدل شماست، مدل مساوی خب فیلز مساوی، یعنی تو مدل شما خودش کار خودکار انجام میده، مدل رو نگاه میکنه و فیلدهای مربوطه رو از توش در میاره. حالا فیلدز رو حتی میشد فیلدز رو هم ننوشتیم، آلو بنویسیم. بله اینا میشه ضمنی. درسته. ربطی به این نداره که مثلا مدل شما مساوی میذاریم اون بر 2 نقطه میذاریم. زمانی که ایمپلیسیت داری تعریف میکنی ساختار رو، میگی معادل اینه، مثلا ایمیل معادل استرینگه یا این پایین. ایمپلیسیت تعریف میکنه باید ببین که اطلاعات ایمپلیسیت رو میخواد به چه شکل میخواد. حالا مدل اسکیما تعریف شده میگه داخل یه کلاس متایی میخواد که یه مدل مثلا یه فیلز داره اینجوری مقابلش کنیم. اوکی. بله ببینیم کار میکنه. یوزر مدل از چک کنم ببینم اینجا ریسپانس لیست یوزر مدل شما. الان پس این الان دیگه باید چیزو همون یوزرز رو برگردیم. چی؟ باید ریترن کنی یوزرز. وقت این لوپ اون وقت داریم دور میزنیم که اون وقت این ما اصلا شما تعریف کردیم که خودمون جداگونه نیام لوپ تعریف کنیم، وگرنه بدون شما با این لوپ کار میکرد. آره ما اولا لوپ تعریف کردیم جواب چیدیم کنار هم دیگه. ها این یعنی شما داره، خب شما که فقط ساختار رو تعریف میکنه دیگه. خب دیگه ساختارش رو تعریف کنه. شما اومدین هی بهش گفتیم ببین مثلا من میخوام اینا رو کنار هم دیگه بچینی و به در قالب یه آبجکت بهم بدین. بعد بهش گفتین که باشه مثلا یوزرنیم میخوام یوزرنیم برو از کجا بردار بیا. ولی زمانی که شما تعریف میکنیم خودش این کارو انجام میده. البته امیدوارم درست نه شما اوکی، چون خود یعنی داره میگه عملا شما داره عمل لوپ رو هم انجام میده بر بطن خودش. گفت بله که ریسپانس تا پیریز کار انجام میده. آها متاسفم. اوه چه اینجوری شد؟ بلند نگه. خب نه اصلا چیزه ارور پوست سرور کدو کدش رو بیایی نه این سرور هم نمیاد دارم. اشکال نداشت. سیف کنم چی؟ با دیگه چک کنم. ران ترمینال چک کن. چیزی در قالب لیست الان نیست، الان تایپ یوزر وقتی که یا
تیماکس تون باید باید تیماکس رو بیاریم. ببین 2 تا ترمینال باز داد. آره اون بالایی رو باز کن. آره یعنی تیماکس. خب نینجا ارور آیدی. آها ببخشید معذرت میخوام خیلی عذر میخوام. این یوزر اینفو ها. این آیدی نداره، یوزر آیدی داره. حالا میتونم گفتم بگم اصلا اینو به نظرم نذاریم آقا، چون این یوزر آیدی همینه، این دوتا با هم مساویان، چون این فارنکی شده به این اطلاعات اضافه. اینم یه دیباگ دیگه لبش نمیومد رفتم که با تشکر. دو بس نه اصلا بالا نیومد. چه؟ همچنان همون رو داره. خب اصلا بالا نیومد. شما زمانی میتونید ترمینال چک کنید که یه ریکوست زده باشه. سیو کردم، یه تغییر دادم. قبلیه او 4 دفعه ریلود که من بخورم. البته اون چک درسته، یعنی لازم نیست چیز من یه سوال بپرسم. الان این یوزرز که میاد یه آبجکتی رو میگیره، این در قالب لیست نیست؟ نباید تبدیلش کنیم به دیکشنری؟ ریترن نمی‌کنه که قبل از شناس خودش یعنی شما خودش این کارم انجام باش. این دیگه ریسپانس مساوی لیست به یوزر شما، یعنی کلیتش یه لیسته و توشون یوزر شما میشه. عملا این اروره. آره نوشته ارور خط 146 نه فایل های چیزه ارور اینه دیگه. آیدی ما نداریم که. یوزر مدل اینفو این چیز اینفو دیگه ریستارتش کنیم، یعنی کلا تو تیماکس ریستارت کنی؟ میشه الان. چرا میشه؟ نه سواله. شما دستور بدین انجام بدین همه کار میشه. ریستارتش کنیم. کنترل آر ران ریسرچ دیگه گوتو نمیداد کن. نه ریستارت بگم سرور منظورش درست همچنان همین دیگه. اینفو یعنی فرق کرد، میگه تو یوزر من اینفو پیدا نمیکنم، اینا فرق کرد. میگه من اینفو رو جالب تر شد. خیلی این تو الان دست رو دیوار کی یاده داریم اینو پیدا نمیکنه. یوزر. آره دیگه این الان یوزر اینفوش کن. چی شد؟ نه دیگه اینو بهتون میگم به تو یوزر این فیلم رو نمیشه میارمش به تو یوزر اینفو. اینو منم جوابشو نمیدونم، میریم سرچ میکنیم. به تو یوزر اینفو رابطه یه پرینت با چایلد، همین که ارتباط پرینت با هم نداره. یه چایلد با پرینت جان بیا سرچ کنی شده دیگه اون حالا بعدا. آره اینجا شما reverse relation
عملا باید اون فیلده رو بهش بدی. خب شما این کارو بکن دیگه. خب بیا حتی 119 آخرش بنویس مساویه. چی؟ صدات خیلی کم اومد. فیلد فش بزرگه. علی آقا ما رو نزن، ما رو دوست داشته باش. باید از اینجا خوب شد انشالله. فکر کنم آره دیگه. فیلدز رو مگه اینجا استفاده نه یه چیز دیگه است. کلیک کنیم انتخاب کنیم فیلد رو، کنترل اسپیس رو بزنیم. پس خودش اضافه کرد. باید اول فایل ببین چی روی خوب شده ولی اوکی. فعلا ورودی بهش ندیم. اینها برداره اینجا هست. همین مستقیم کن بریم ببینیم همین چی میشه. بلش کنید. خب یه کار دیگه. جواب سوال رو بیار. اون از الیاس استفاده کرده بود. نمیم چون مقداری که میخواد از رو مدل بخونه اسمش با اون ریسپونس فرق کامنت بد روی مدله ولی خروجی کامنت میخواد. ما فعلا اسما رو یکی کردیم برای مدل که درست که ما استفاده نکرد. بیا پایین تر رو حسابی درست سری رفتی این اسکیما نبود. نه همه شماه. تو همونی دیگه کنم اسکیمایی که ترکیب کردی از فیلد این فرو کن. اروری نداده باید ریلود شه. سر درود به شرف. سر درود به شرفت. درود خداوندگار آمن هتب به شرف. میشه این فیلد رو پاک کنم ببینم جواب میده یا نه؟ حالا ببینیم چی میشه. فکر کنم باید جواب بده. چرا من لودش کردم؟ ای خدا. فکر کنم جواب نمیده دیگه الان باید. نه باید جواب بده. باید جواب بده. خدایا.
خدایا به دست‌های کوچک من قوت بده. فیلد پس نیاز نداشت. حالا اون فیلده الان کاربرد خودش فیلد برداشتی. اوکی. نکته بگو بلند بگو بلند. اسم فیلد شد اینفو. خب دقیقا مقابل همونه که یوزر داد اینفو میزنی میاد. حالا شما اگه اسم دیگه ای بخوای بنویسی مثلا یوزر اینفو، باید دقیقا براش مشخص کنی که چی جوری بره اینو از رو یوزر بخونه. اونجاست که فیلد مینویسی، الیاس هم تعیین میکنه. اینجا می نویسی یوزر اینفو، اینجا می نویسی مساویه فیلد الیاس، ولی اینجا رو میگی برو از اینفو بخون. درسته؟ آره؟ الله اکبر. دیم خیلی رهبر. یا حقیقتا از شما کنم که باید اسم ها ساختارش تغییر نکنه و همچنان اینفو باشه. کلا از داخل دیتابیس تا بیرون API و اینها همه یکسان میشه، قاطی نمیکنه. پس یادمون باشه تو اگزمپل اینو بذاریم. این الیاس کاربردش معلوم میشه. شد ولی اون همون اینفو بذاری بذار. اینو کامنت یه لحظه اجازه بده. آقا خدا خیلی من یه کاری توشی کنم. ببین حالا باز گیر کردم میام دیگه. میخوام یه ذره این وقت اینپوت ها رو هم زیادتر کنم. حالا بعداً بذار خودم برم یه ذره کلنجار برم. هم الفبای زیر بگیرم. اونو بذار خودم میرم کلنجار برم. اینم پس پاک کنم. من نه خیلی قشنگ. 2 دقیقه صبر کن، اینو پاک نکنی. اصلا من میرم پایین با خانم دکتر باشید. من خدا نگهدار علی آقای نیدم. خیلی لطف کردید. من یه سوال بپرسم. این پیشن اون آنتی بیوگرامه چه نمیاره؟ تو سیستم خودتون باز بده. آره الان باز نیستا. چه نمیاره؟ من که نیست اون جایی که آنتی بیوگرام گذاشتیم درست دیگه. پیشنت ویو به نظرتون چرا اینو نمیاره؟
فعلا فایل نمیاره. بذاریم بعدش ازتون میپرسم. اون در واقع اون کاری که میخواستم بگم این بود که توی آنتی ویوگرام برای اند پوینتش من چیز بود به مدل ادمیشن ADM دیتا ریفر میکردم و اینو کردمش ADM و دیدم که پیشنت آیدی کد رو هم شما آیدی کد سیو کرده بودی، یعنی ذخیره کرده بودین و اینا. اون رو هم خاک عالم اونم اینجوری کردم ولی ارور میده. حالا اینکه نمیاد در هر صورت یه روزی که اوورد حالا ببینم چی میشه براتون میفرستم. اوکی هستی؟ قطع شدن. نه قطع کنم؟ استاپش کنم؟